اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 75 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 76 را از این کتاب تعلیم زبان عربی به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السادس و السبعون، یعنی درس 76. الدرس السادس و السبعون، درس 76. درس 76 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید اسمح بالتلفونی، اسمح بالتلفونی، یعنی اجازت بده من را برای تلفن، یا اجازت بده برای تلفن. اسمح اجازت بده، فعل امر است. سمح یسمح، فعل امرش میشه اسمح، یعنی اجازت بده به تلفن، برای تلفن یا برای تلفن کردن. بعد از این میگوید تفضل. تفضل یعنی مرحمت، بفرما. تفضل فعل امر است. از باب تفضل یتفضل تفضلا، از باب 13 از 22 باب صرفی باب 13 است. و مثل تکلم یتکلم تکلما، فعل امرش میشه تکلم. پس تفضل یتفضل تفضلا، فعل امرش میشه تفضل. تفضل یعنی بفرما، مرحمت. بعد از این میگوید مبروکن. مبروکن مبروک، با تاجیکی ما شما میگه مبروک یا مبارک شود. مبروک یعنی مبارک شود. بعد از این میگوید الله یبارک فیک. الله یبارک فیک یعنی الله برکت بدهد در تو. یا میتونیم که فیک را فی را برای تعدیه بگیریم، پس ترجمهش نمیکنیم، میگیم الله برکت بدهد تو را. الله برکت بدهد تو را. الله یبارک فیک. بعد از این میگوید بلغنی. بلغنی رسید برای من. بلغنی یعنی رسید برای من. بعدش میگوید سلامتون. سلامتون سلامت، سلامت و امن و امان و تنجی و درست و به همین معنا ترجمه می شود. سلامت، میگه فلانی از سفر سلامت بازگشت، و میگن ساق و سلامت بازگشت. پس این سلامت همون سلامتون، همون ساق و سلامتی تاجیکی. بعد از این میگه وصولون. وصولون یعنی رسیدن. وصول رسیدن رو میگن. وصله یصلو، وصولون رسیدن. این مصدر هست، رسیدن. بعد از این میگوید سلامت الوصولی، یعنی ساق و سلامت رسیدن. ساق و سلامت رسیدن، مضاف مضاف الیه. ساق و سلامت رسیدن. بعد از این میگوید اهنئک علی سلامت الوصولی، یعنی تبریک میگویم تو را برای ساق و سلامت رسیدن. اهنئک تبریک میگویم، تهنیت میگویم تو را. اهنئو از باب هنئ یهنئو گرفته شدگی است. از 22 باب صرفی باب 8 باب فرح یفرحو، صیغه متکلمش میشود افرحو. پس هنئ یهنئو صیغه متکلمش میشود اهنئو. اهنئو یعنی من تبریک میگویم. اهنئوک من تبریک میگویم تو را علی سلامت الوصولی، برای ساق سلامت رسیدن. بعد از این میگوید یا بنیه.
یا بنیه یعنی ای پسرجان، بنی پسرجان، یا بنیه ای پسرجانم، میتونم بگم ای پسرجانم. بعد از این میگه طقسون، طقسون یعنی باد و هوا، حالت باد و هوا را طقس میگن. طقس یعنی حالت باد و هوا. بعد از این میگوید ردیئون، ردیئون یعنی بد، بیزیب. ردیع به معنی بد، بیزیب. مثلا الطقس ردیئون یعنی حالت باد و هوا بیزیب است، حالت باد و هوا مثلا بیزیب است. ردیئون به معنی بیزیب، به معنی بد. بعد از این میگه جولتون، جولتون یعنی سیاحت. جوله سیاحت رو میگوید، تماشا برآمدن. جمعش میشود جمع مؤنث سالم جولاتون، سیاحت ها، برای تماشا برآمدنی ها. جولاتون سیاحت ها. بعد از این میگوید عامون، عامون یعنی سال. عام سال رو میگه، سنه هم سال میشود، عامون هم سال میشود. جمعی سال عامون میشود اعوامون یعنی سالها، اعوامون یعنی سالها. بعد از این میگوید قضاءون، قضاءون یعنی گذرانیدن، این مصدر است. قضاءون به معنای گذرانیدن. بعد از این میگوید صیفیون، صیفیون یعنی تابستانه، صیفیون یعنی تابستانه. این همچنین نسبت به تابستان است، تابستانه. این یایی که در آخرش است یایی نسبت است. بعد از این میگوید عطلتون صیفیتون یعنی عطله تابستانه یا استراحتی تابستانه، جوابی تابستانه. استراحت، عطله یعنی استراحت از درس و از همه چی آزاد می شود مردم، جواب می شوند، همون را عطله می گویند. پس می شویم عطلتون صیفیتون یعنی عطله استراحتی تابستانه. عطلتون منعوت، صیفیتون صفت. ببین صیف اصلا تابستان، صیف تابستان می شود. تابستان اصلا جامد است. درس گذشته گفتیم بس سبب این یایی که در آخرش آمد یا این نسبت، این مشتق شد، میتوند که صفت شود. صیفیتون صفتی عطلتون شد. بعد از این میگوید نوا، نوا یعنی نیت کرد، نوا نیت کرد. فعل مضارعش ینوی نیت میکند. مصدرش نیتون، نیتون نیت کردن، نیتون نیت کردن. پس نوا ینوی این از 22 باب صرفی باب دوم است، باب ضرب یضربو است. اما این لفیف مقرون هست، لفیف است و مقرون است، زیرا اینکه عین و لام باب حرف علت است. دقت، نوا اصلش نویه بود، نویه. واو یا در مقابل فعله، این لفیف مقرون هست، از باب ضرب یضربو است. بعد از این میگوید ساحلون، ساحلون یعنی ساحل دریا، لب دریا. ساحل دریا یعنی لب دریا. ساحل گفته لب دریا را میگن. جمعش سواحلو، لبهای دریا، ساحلهای دریا. سواحلو جمعی صیغه منتهی الجموع است، تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید حیثو، حیثو به معناهای گوناگون می آید. حیثو می شود به معنای به وجهی کی، حیثو می شود هر کجایی کی، حیثو می شود چی طوری کی، یعنی معنای گوناگون دارد. حیثو وابسته به جمله می بینیم که کدام این ترجمه ها موافقت می کند. حیثو. بعد از این میگوید والدانی، والدانی یعنی پدر و مادر. والدان یعنی پدر و مادر، هر دویشان والدان می شود، پدر و مادر. بعد از این میگوید قارئون، قارئون یعنی خواننده. قارئ خواننده را میگن.
قرأ یقرأ اسم فاعل است از قرأ یقرأ، و قرأ خوان یقرأ میخواند، قارئون خواننده می شود. اون اصطلاح تاجیکی خودمون که میگیم قاری است، یعنی قاری یعنی حافظ قرآن هست. می شود دیگه هم قارئون یعنی حافظ قرآن بگوییم، حافظ قرآن یا خواننده. قراء حافظان قرآن، قراء حافظان قرآن، یا میتونیم بگیم خواننده ها. بعد از این میگوید مجیدون، مجیدون از اجاد یجیدو گرفته شده است، اسم فاعل است. مجیدون اسم فاعل از فعل اجاد یجیدو است. اجاد یعنی بهترین سخن را یا بهترین کار را انجام داد. پس مجیدون بهترین انجام دهنده میشه. با تاجیک بگیم خوب، خوب. مثلا میگه قارئ مجیدون یعنی خواننده خوب یا حافظ قرآن خوب، یعنی خوب تلاوت میکند. مجیدون به معنای خوب می شود بگوییم، یا بهترین کار یا سخن را که انجام میتید، سخن را که میگوید به بهترین وجه مجید شما میگوییم. و مجید همچنین کسی که کار خوب انجام میتید میتونیم مجیدش بگیم، یعنی خوب انجام دهنده کار. بعد از این میگوید، گفتم این اجاد یجیدو از باب اکرم یکرمو است اصلش، پس اسم فاعلش مجیدون میشه. رنگ اقام یقیمو اسم فاعلش میشه مقیمون. این از باب هفتم است، ناقص یایی است، ناقصی معذرت میخوام اجوف یایی است، زیرا که عین باب حرف علت است. اجوفی واوی است، یایی نه، زیرا که اجاده در اصل اجوده بود، یجیدو در اصل یجویدو بود. این مجیدون در اصل مجویدون بود، مجویدون. این یایی که میبینیم این اصل یا این واو بود. خب با قاعده های صرفی این را قلب یا کردن. بعد از این میگه منذ وقت قریب، منذ وقت قریب یعنی که به نزدیکی، یعنی خلاصه ترجمهش کنیم به نزدیکی. منذ وقت قریب یعنی به نزدیکی. منذ وقت قریب اگر جدا جدا ترجمهش کنیم از زمان وقت نزدیکه، از زمان گذشته وقت نزدیکه، اما بهتر بگیم به نزدیکی. منذ وقت قریب یعنی به نزدیکی. بعد از این میگه ترتیلون، ترتیل با ترتیل خواندن، قرآن رو با تجوید خواندن. کسی که با تجوید میخواند، چطوری که الله در قرآن میگه ورتل القرآن ترتیلا، و بخواند قرآن را با صدا و با تمام احکام های لازمش خواندنیه میگوید الله. پس ترتیل خواندن قرآن با تجوید با صدای زیبا، این را میگن ترتیل. ترتیل این مصدر هست، خواندن قرآن با تجوید، خواندن. ببین ترجمه خواندن این مصدر هست. فعل ماضیش رتل یرتل ترتیل است. رتل یرتل ترتیل، رتل یعنی قرآن را با تجوید خواند، یرتل یعنی قرآن را با تجوید میخواند، ترتیل قرآن را با تجوید خواندن. پس رتل یرتل ترتیل از 22 باب صرفی از باب 8 است، از باب فرح یفرح تفریحون هست. بعد از این میگه رتل القرآن، ببین فعل ماضیش آورد، ترتیل مصدرش است، این رتل فعل ماضیش است. رتل القرآن یعنی با تجوید خوان قرآن را، رتل القرآن یعنی با تجوید خوان قرآن را. بعد از این میگه اصغا الی، گوش به انداز به، گوش اصغا یعنی گوش کن، گوش به انداز، گوش کن، گوش به انداز. اصغا یصغی، اصغا از باب 7 هست، از 22 باب صرفی باب 7 است، اما این ناقص یایی است. اصغا یصغی، اصغا گوش انداخت، یصغی گوش می اندازد، اصغاء گوش انداختن. اصغا الی گوش به انداز به یا گوش انداخت به. اصغا الی این فعل ماضی است، گوش انداخت به یا گوش کرد، میشود گوش کرد در زمان گذشته ترجمهش کنیم. تلاوتون تلاوت کردن، خواندن، تلاوتون تلاوت کردن یعنی خواندن قرآن. بعد از این میگم طبعا، طبعا این البته،
طبعا با تاجیکی میگیم البته، طبعا البته. بعدش میگه ولما لا، ولما لا یعنی و چرا نه، ولما لا یعنی و چرا نه. بعد از این میگه عالین، عالین همون درسای گذشته هم بیان کرده بودیم عالیون بود. عالی یعنی عالی، بلند، خوب. بجاید عالین هم خوب ترجمه کنیم، خوب. عالین عالی، بلند، خوب. یا با تاجیکی ما شما عالی میگیم، اون کار بسیار عالی هست، بسیار کار عالی جناب کردی میگیم، اما عالی جناب همین عالین هست. بعد از این میگه وفقه، وفقه یعنی که توفیق داد یا موفق گردانید. وفقه توفیق داد یا موفق گردانید. پس وفق یوفق مصدرش میشه توفیق، توفیق دادن. دقت دادید؟ از 22 باب صفی بابی 8 است. باب فرح یفرح تفریح است، اما این مثال است، زمین که فای کلمه حرف واو هست، حرف علت است، مثال است. بعد از این میگوید وفقک الله یعنی توفیق بدهد تو را الله یا موفق بگرداند تو را الله. وفقک الله موفق بگرداند تو را الله یا توفیق بدهد تو را الله. بعد از این میگوید حتی الان تا به هنوز، حتی الان تا به هنوز، حتی تا الان هنوز حال حاضر، حتی الان تا به هنوز، تا به حال حاضر، تا حال حاضر. بعدش میگوید لو، لو یعنی اگر، لو ترجمهش اگر. بعدش میگوید لو عرفتو اگر میدونستم، لو عرفتو اگر میدونستم. بعدش میگوید کما قلت لک چطوری که گفتم برای تو. لام اگر ترجمه نکرده میگیم کما قلت لک یعنی چطور گفتم تو را. دو ترجمه جایز است، ممکن است. میتونیم بگیم چطور گفتم برای تو، یا میتونیم بگیم چطور گفتم تو را. لام ترجمه نمیکنیم، کاف را مفعول به میگیریم، پس میشه چطور گفتم تو را. بعد از این میگوید رجانی، رجانی یعنی خواست از من، خواست وی مرد از من، رجانی خواست از من. بعد از این میگوید ارجوکا، ارجوکا یعنی میخواهم تو را، ارجوکا یا میشود با تاجیکی ما و شما میگیم خواهش میکنم از تو. ارجوکا یعنی خواهش میکنم از تو یا التماس میکنم تو را، با همین معنا ترجمه کنیم میشود ارجوکا خواهش میکنم از تو یا التماس میکنم تو را، التماس میکنم تو را. بعد از این میگوید الله یسلمک یعنی الله حفظ کند تو را، الله یسلمک یعنی الله حفظ کند تو را. این جمله دعایی است، ببین فعل مضارع است، اما در ترجمه ما همچون دعا ترجمهش میکنیم، میگیم الله یسلمک یعنی الله حفظ کند تو را. اینجا هم همچنین الله یبارک فیک الله برکت بدهد تو را. این هم جمله دعایی است، اصلا این فعل مضارع است، نمیگیم الله برکت میدهد در تو، میگیم الله برکت دهد تو را، یعنی دعا هست. این جمله ها، این الله یسلمک، الله یسلمک یا الله یبارک فیک، اینها جمله های دعایی هستند. پس این بود کلمه های نوی درس 76. با همین کلمه های نوی درس 76 به آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 76. صاحب کتاب میگوید اسمح بالتلفونی یعنی اجازت بده برای تلفن، اجازت بده برای تلفن. میگه تفضل یعنی مرحمت، بفرما. و این تقصد ان تلفن و کجا قصد داره که تلفن کنی. و این و کجا تقصد و قصد میکنی تو، نیت میکنی تو، نیت داری تو ان تلفن که تلفن کنی تو. و این تقصد ان تلفن و کجا نیت داری که تلفن کنی. میگوید اقصد ان اتلفن لصدیقی
و قد رجانی ان اتلفن له بعد عودتی من جولتی. میگوید قصد دارم که تلفن کنم به دوستم، لصدیقی، به دوستم. و قد رجانی، و واقعا از من خواست، وی از من خواست، ان اتلفن، این که تلفن کنم، له برای وی، بعد عودتی من جولتی، بعد بازگشتنم از سیاحتم، یعنی بعد از بازگشتنم از تماشا کردنم، از سیاحت برآمدنم. اقصد ان اتلفن لصدیقی و قد رجانی ان اتلفن له بعد عودتی من جولتی. میگوید که نیت دارم تلفن کنم برای رفیقم، یا لام را اگر برای اتلفن را، برای این لام لصدیقی را برای تعدیه بگیریم، پس میگیم ان اتلفن لصدیقی، تلفن کنم رفیقم را. لام ترجمه نمی کنیم، لام را میگیم برای تعدیه است. اتلفن تلفن کنم فعل لازم است، با سبب این لام قطعی ما این فعل لازمه متعدی کردیم، پس مفعول بهی ترجمهش میکنیم. میگیم که نیت دارم تلفن کنم رفیقم را، و قد رجانی، و واقعا از من خواست، یا واقعا از من امید کرد، یا از من طلب کرد، ان اتلفن له، این که تلفن کنم، اینجا دم له را میتونیم این تلفن کنم وی را، اگر لام برای تعدیه بگیریم میگیم ان اتلفن له، یعنی تلفن کنم وی را. لام رو ترجمه نمی کنیم زیرا اینکه برای تعدیه هست. اگر لام رو ترجمه کردیم میگیم این که تلفن کنم برای وی، تلفن کنم برای وی، اما برای تعدیه خوبتر است، تلفن کنم وی را. بعد عودتی من جولتی، بعد بازگشتنم از سیاحتم. بعد از این میگوید مبروک یا احمدو، یعنی مبارک شود ای احمد، مبارک باشد ای احمد. بلغنی نجاحک فی اداء الامتحان، بلغنی یعنی رسید برای من، نجاحک پیروز شدن و کامیاب شدن تو، فی اداء الامتحان در سپاریدن امتحان، در ادا کردن امتحان. بلغنی نجاحک فی اداء الامتحان، رسید برای من کامیابی تو در سپاریدن امتحان. اکنون میگد الله یبارک فیک، جمله دعاییه، یعنی الله برکت بدهد تو را. فی اگر برای تعدیه بگیریم ترجمهش نمیکنیم، پس میگیم الله برکت بدهد تو را. بعد از این میگوید الحمدلله لقد وفقنی الله، یعنی حمد و ستایش خاص الله را، لقد وفقنی الله، واقعا موفق گردانید من را الله، واقعا هدایت کرد من را الله، یا توفیق داد من را الله. وفقنی الله به معنای موفق گردانید مرا، یا میتونیم بگیم به معنای توفیق داد مرا الله. الحمدلله لقد وفقنی الله، حمد و ثنا خاص الله را، لقد وفقنی الله، واقعا موفق گردانید من را الله سبحانه و تعالی. بعدش میگه هنأت الام بنها بسلامت الوصول قائلتا، هنأت الام بنها، ام ابنه همزه وصل است، در بین که اومد نمیخونیمش، پس بگیم ام بنها. هنأت الام بنها یعنی تهنیه و تبریک گفت مادر پسرش را، بسلامت الوصولی برای ساق و سلامت رسیدن، قائلتن در حال بودنش گوینده. قائلتن این حال از هست، حال یعنی قائلتن در حال بودنش میگفت. چی میگفت؟ الحمدلله علی السلامت یا بنی، اهنئک علی سلامت الوصول فاجابها، الله یسلمک یا امی. میگه مادرش گفته است که الحمدلله علی السلامت یا بنی، یعنی حمد و ستایش خاص الله را برای ساق و سلامت رسیدن، علی السلامت یعنی برای ساق و سلامت بودن، یا بنی ای پسر جانم،
ای فرزند جانم. اهنیک علی سلامت الوصول، تبریک میگویم تو را برای ساق و سلامت رسیدن. فاجابها، پس جواب داد پسر برای مادرش. فاجاب فاعل اجابه ابن، اینها مفعول به اجابه است. فاجابها، پس جواب داد پسر برای مادرش. چی گفت؟ پسر مادرش گفت که الله یسلمک یا امی، الله حفظ کند تو را ای مادرم. الله یسلمک یا امی، الله حفظ کند تو را ای مادرم. الله سبحانه و تعالی مادران کسانی که زنده هستند الله حفظشان کند در طاعت و عبادت و در ایمان کامل. مادران کسانی که در قید حیات نیستند الله سبحانه و تعالی رحمت و مغفرت کند، از جمله مادر ما را. آمین یا رب العالمین. الحمد لله على سلامتی یا بنی، اهنئک على سلامت الوصول. فاجابها الله یسلمک یا امی. پس در حال بودنش گفت مادر که حمد و ثنا خواست الله را برای سلامت بودن ای پسر جانم، تبریک میگویم تو را برای ساق و سلامت رسیدن. پس جواب داد پسر مادرش را الله حفظ کند تو را ای مادرم، الله حفظ کند تو را ای مادرم. بعدش میگوید لو عرفنا ان الطقس یکون ردیئا ما قمنا بالجولة الى الغابة، یعنی که لو عرفنا، یعنی اگر میدانستیم ما، ان الطقس یکون ردیئا، هر آینه باد و هوا، یکون ردیئا یعنی بیزیب می شود، بد می شود، یعنی باد هوای بیزیب می شود، باد هوای بد می شود. ما قمنا بالجولة الى الغابة، انجام نمی دادیم. ببین اینجا قام یقوم به معنی انجام دادن است. ما قمنا، ما مای نافیه، ما قمنا انجام نمی دادیم. بالجولتی، این با برای تعدیه است، این با برای تعدیه است. انجام نمی دادیم سیاحت را، بلا ترجمه نمی کنیم، برای تعدیه است. قام یقوم لازم است، با این به متعدیش کردیم، پس جولتی مفعول به قمنا هست. ما قمنا بالجولتی، انجام نمی دادیم سیاحت را الى الغابتی، به جنگل. میگوید لو عرفنا ان الطقس یکون ردیئا ما قمنا بالجولة الى الغابة، اگر میدانستیم که باد و هوا بیزیب هست، بیزیب می شود، یکونو می شود، آینده ده بیزیب می شود، ما قمنا بالجولة الى الغابة، انجام نمی دادیم سیاحت را به جنگل، تماشا کردن به جنگل را، یعنی تماشا کردن به سوی جنگل را. بعد از این میگه فی هذا العام انوی قضاء العطلة الصيفية لا على ساحل البحر كما كنت افعل حتى الآن بل في الريف حيث يسكن والدي. میگوید فی هذا العام، یعنی در این سال، در همین سال، انوی قضاء العطلة الصيفية، نیت میکنم، انوی نیت میکنم، نوا ینوی بود، انوی صیغه متکلمش است، من نیت میکنم، انوی من نیت میکنم قضاء العطلة الصيفية، گذرانیدنی استراحت تابستانه را، قضاء العطلة الصيفية گذرانیدنی استراحت تابستانه را، لا على ساحل البحر، نه در ساحل بحر، نه در لب بحر، کما کنت افعل حتی الان، چطوری که بودم انجام میدادم تا به هنوز، حتی الان تا به هنوز، تا به حال انجام میدادم. بل فی الریفی، بلکه میگه انجام میدیم، یعنی عطله صیفی را میگذرانم، عطله صیفی را یعنی استراحت تابستان را، فی الریفی در دهه، در قشلاق، حیث یسکن والدی، هر کجایی که زندگی میکند پدر و مادرم، والدی والدای یعنی که پدر و مادرم، حیث یسکن والدای، هر کجایی که زندگی میکند پدر و مادرم. این والدای در اصل والدانیه بود، نون داشت، والدان، والدان فاعل یسکونو است، مرفوع است، علامت رفعش الف است، در اینکه مثنی است یا ملحق به مثنی است، اما نونش حذف شد. چرا؟
زیرا اینکه مضاف شد یا متکلم مضاف الیه شد. اصل این والدانیه، اون نون حذف کردیم به خاطر مضاف شدنش، پس شد والدایه. والدا این الفش علامت رفع است، زیرا که فاعل یسکنو هست. في هذا العام أنوي قضاء العطلة الصيفية لا على ساحل البحر كما كنت أفعل حتى الآن بل في الريف حيث يسكن والداي. یعنی امسال، در امسال میتونم امسال نیت کردم، نیت میکنم، انوی زمان آینده فعل مضارع است، انوی نیت میکنم گذرانیدن استراحت تابستانه را نه در لب بحر، چطوری که بودم انجام میدادم تا به هنوز، یعنی تا به حال لب بحر درفته استراحت تابستانه میگذرانده است. بل این برای اضراب است، یعنی سخنان پیشینه را رد میکند، میگد بل که میگد یعنی میگذر قضاء العطلتی الصیفیتی، میگذرانم استراحت تابستانه را فی الریفی در دهه، در قشلاق، حیثو هر کجایی که یسکن والدای زندگی میکنن پدر و مادرم. بعد از این میگه کم انا مسرور برؤیتک، کم انا مسرور برؤیتک. کم اینجا کم کمی خبریه هست، اینجا در کمی خبریه است، کمی استفهامیه نیست. کم انا مسرور برؤیتک یعنی چقدر، کمی خبریه که باشد ترجمهش همین طور است که چقدر من خرسند هستم برؤیتک، با دیداری تو، برای دیداری تو. کم انا مسرور برؤیتک، چقدر من خرسند هستم با دیدن تو، با دیداری تو. بعدش میگوید و کم انا مبسوط باللقاء معک. این کم همچون کمی خبریه است، کمی استفهامیه نیست. و کم انا مبسوط باللقاء معک، و چقدر من مبسوط هستم، مبسوطم به معنای مسرور، خرسند، شاد هستم. مسرور، مبسوط هرش یک معنی دارد. و چقدر من شاد هستم برای واخوردن با تو، باللقاء معک، برای واخوردن با تو. و کم انا مبسوط باللقاء معک، و چقدر من خرسند هستم برای واخوردن با تو. بعد از این میگه انت قارئ مجید للقرآن و قد تعلمت منذ وقت قریب قواعد الترتیل فهل لك ان تصغي الى تلاوتی لتنظر کیف اقرأ. میگه انت قارئ مجید للقرآن، تو خواننده خوب قرآن هستی. انت قارئ مجید للقرآن یعنی تو میتونم بگم حافظی خوبی قرآن هستی. وقد تعلمت، و واقعا یاد گرفتم، تعلیم گرفتم، منذ وقت قریب یعنی به نزدیکی، منذ وقت قریب یعنی به نزدیکی، و واقعا تعلیم گرفتم به نزدیکی. چرا تعلیم گرفتم؟ قواعد ترتیلی، قاعده های ترتیل را، قاعده های تجوید را. فهل لك ان تصغی الى تلاوتی، فهل لك آیا می توانی تو، فهل لك آیا می توانی تو ان تصغی الى تلاوتی، این که گوش بیاندازی یا گوش کنی به خواندن من. الا را برای متعدی بگیریم، پس میگیم ان تصغی الی تلاوت یعنی گوش بکنی خواندن من را. الا را ترجمه نمیکنیم، برای متعدی است، برای الی تعدیه هست. تلاوتی مفعول به تصغی است. ان تصغی الی تلاوتی این که گوش به اندازی خواندن من را، یا گوش کنی خواندن من را، تلاوت کردن من را. لتنظر کیف اقرأ، تا اینکه ببینی، لتنظر تا اینکه ببینی تو کیف اقرأ چطور میخونم من، کیف اقرأ چطور میخونم من. میگوید انت قارئ مجید للقرآن و قد تعلمت منذ وقت قریب قواعد الترتیل فهل لك ان تصغی الى تلاوتی لتنظر کیف اقرأ. تو قارئ خوبی قرآن هستی،
یا تو حافظ خوبی قرآن هستی و واقعا تعلیم گرفتم به نزدیکی قاعده های تجوید را، پس آیا می توانی گوش به اندازه تلاوت کردن من را یا گوش کنی تلاوت کردن من را تا اینکه ببینی چی طور میخونم من؟ لتنظره، تا اینکه این لام تعلیل است. تنظره فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام تعلیل جوازن. لتنظره یا لان تنظره هم بگیم جایز است. تنظره فعل مضارع منصوب شده است به ان که جوازن مستتیر است بعد لام تعلیل. لتنظره کیف اقرأ، چطور میخونم من؟ بعدش میگه طبعا یعنی البته. وقتی گفتش که تو قاری خوب هستی و من قاعده تجوید یاد گرفتم قرآن در پیشت بسپارم، چه گفت؟ طبعا یعنی البته و لما لا، و چرا نه، یعنی چرا نه، بخون چرا نه. اقرأ اسمع یعنی بخون گوش میکنم. اقرأ اسمع، بخون گوش میکنم. اقرأ فعل امر است، از این حساب آخرش جزم شد. اما اسمع برای چی آخرش جزم است؟ فعل مضارع است. اسمعو من گوش میکنم، پس چرا اینجا در آخرش جزم است؟ در پیش خودش جوازم نیست. لما لام امر لای ناهیه این چیزها نیست پیش از اسمعو، پس چرا در اینجا اسمع مجزوم شد؟ اینو در گذشته ما بارها گفتیم. کسی اگر تا به حال جواب نداد پس اون درسای گذشته را خوب فهمید. ما گفتیم که جوابی طلب همچنین مجزوم می شود. پس اقرأ فعل طلب است، بخوان طلب کرده سی. اسمع جوابی طلب است، از این حساب مجزوم است. اسمع مجزوم است به خاطر اینکه جواب اقرأ است، جواب طلب است. اقرأ اسمع، بخوان گوش میکنم. بعدش میگوید کیف، چی طور یعنی خوان خلاص کرده کنون. بعد میگه چی طور؟ کیف اقرأ، چی طور میخونم من؟ کیف اقرأ، چی طور میخونم من؟ اکنون اون قاری خوبی گوش کردگی میگوید عالین یعنی عالی جناب، یا میتونه بگیم عالین خوب یعنی خوب خوانده است. قاعده تجوید که میدونسته است خوب خوانده است، پس میگوید عالین یعنی خوب، یا عالی جناب. یا میشود عالین رو ترجمه تاجیکی بکنیم که آفرین یعنی تعریف، مدح. آفرین خواندنت خوب بود. پس این هست حوار و گفتگوی درس 76. با همین درس 76 به پایان رسید. در اینجا درس 76 را از کتاب تعلیم زبان عربی به پایان میرسونم. تا درس آینده یکایک شما را، تا درس 77 یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.